دو مهمان خیلی عزیز با خود دارم. جناب دکتر صاحب احمد شکیب نوابی آگاه اقتصادی هستند و روی موثریت نمایشگاه انشالله همراهشون صحبت‌های خواهد داشتیم. جناب نوابی صاحب سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. و علیکم السلام. شما خوب هستین؟ سلامت باشین، زنده باشین. لطف کردین. صبح چطور آغاز کردین جناب نوابی صاحب؟ شکر الحمدلله بسیار خوب بوده. یک صبح بسیار زیبا، هوای بسیار معتدل، بسیار خوب، هوای بارانی شفاف فیلتر شده. نسبت به دیگر روزها امروز هوای کابل خیلی سرد بود. شب خیلی آدم میتونست بدون پکه استراحت کنه. خب میایم روی موضوع خود. موضوع رو انتخاب کردین موثریت نمایشگاه. یکم معلومات بدین کدام نمایشگاه نو در راسته و در کل اگر بگین که یک نمایشگاه چقدر موثریت داره به اقتصاد یک کشور. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. خواهش میکنم. مانند که ما شما میفهمیم برای راه اندازی یک بزنس ما شما به مارکتینگ و به برندینگ و اینا ضرورت داریم. مثلا از راهی که ما مثلا برای پیشرفت و آگاهی به مشتریان خود ما مثلا از راههای مختلف استفاده میکنیم، مثلا از مجله ها، از اخبار و از اعلانات تلویزیونی و مثلا دیگه منابعی که از شبکه‌های اجتماعی و اینا. یکی از راههایش نمایشگاه هم هست. بله. نمایشگاه مقصدش امی هست که مختلف شرکت ها را اگر اختصاصی باشه از یک سکتور، اگر عمومی باشه از مختلف سکتورها رو ما شما زیر چتر یک سقف میاریم که بتانن مشتریا بیاین، عمده فروشا، مثلا پرچون فروشا، تاجرای داخلی و خارجی همگی بیاین با اونا ببینن و مسائل بی تو بی یعنی بزنس تو بزنس و بزنس بی تو سی، بزنس تو کستمر و موضوعات دیگه بزنسی که هست اونجا صورت بگیرد و فروشات بلند بره. دیگه این هدف نمایشگاه می باشه. ماشاءالله در افغانستان فعلا خود وزارت تجارت صنعت ماشاءالله تقویم دارن در 34 ولایت فعلا نمایشگاه هستن و این نمایشگاه باعث میشه که نتورک درست شود، شبکه سازی شود و مختلف ولایت با هم مردمش با هم آگاه شوند و بلدیت پیدا کنن. با تولیدات وطنی مردم عام بلدیت پیدا کنه و تولیدات وطنی رشد کنه و دوستا خریداری کنه. درست. شما از اهمیت نمایشگاه یاد کردین. نمایشگاهی که فعلا در افغانستان برگزار میشه ملی می باشه یا بین المللی می باشه جناب؟ نمایشگاهی که برند است، نمایشگاه امام ابوحنیفه رحمت الله علیه است که از طریق اتاق تجارت سرمایه‌گذاری برگزار میشه که در اون ما هم بسیار زیاد زحمت کشیدیم از نمایشگاه اول تا 2-3 بایشان بودم، گرچه زیاد دوستا چیز نکردن، تقدیر نکردن، ولی فعلا این نمایشگاه که هست که فعلا ما آمدیم باز با اینا همکار هستیم با اتاق تولیدات زراعت مالداری افغانستان. باعث مشاور مرا خواستن که بیاین شما در اتاق و باز انشالله مارکتینگ برنامه را ما پیش میبرم و انشالله که یک نمایشگاه بسیار خوبه انشالله باشه. اگر برای روی از این نمایشگاهتان معلومات بدین. گفتین نمایشگاه زراعتی از در کجا برگزار میشه جناب استاد؟ بله این نمایشگاه ملی و بین المللی هست. درست. بین المللی هم هست. بله از کشورهای همسایه مانند هند، ایران و سایر کشورهای آسیا میانه و دیگه حتی کشورهای دیگه هم فرا منطقه‌ای و جهانی از اونا هم درخواست شده که شما بیاین در این نمایشگاه اشتراک کنین. فعلا ماشاءالله وضعیت امنیتی افغانستان فوق العاده بسیار خوب است. بیاین شما اشتراک کنین و دوستان ان شاء الله بخیر میاین و شرکت های بسیار خوبه انشالله از سکتورهای مختلف، مخصوصا از سکتور زراعت مالداری و دام و طیور و اینا انشالله هم میاین. مثلا شرکت های ادویجات حشره کش و مثلا شرکت های کود و
چیزایی که مثلا ضرورت است برای زراعت و بخش مالداری و فارمداری و اینا انشالله دوستا شرکت میکنن و ما از دیگه شرکتایی که از سکتورهای مختلف دیگه هست، از اتاقای دیگه هست، از اونا هم دعوت کردیم که اونا هم بیاین اشتراک کنن. انشالله یک نمایشگاه بسیار خوبی می داشته باشه. انشالله. چی وقت برگزار میشه؟ موقعیتش در کجاست؟ و چقدر شرکت شما درخواست کردین که بیاین اشتراک کنند در این نمایشگاه؟ تقریبا در حدود فعلا 850 غرفه هست. 850 غرفه، درست. محل برگزاری نمایشگاه مرکز نمایشگاه بین‌المللی افغانستان در چمن حضوری هست و انشالله در ماهی که ما شما موجود هستیم از 20 تاریخ الی 25 تاریخ انشالله این نمایشگاه برگزار میشه به خیر خوبی انشالله. درست. از یعنی از تاریخ 20 اسد الی 25 بله اسد این نمایشگاه برگزار میشه در بخش سکتور زراعت و گفتین 850 غرفه را شما اختصاص دادین. شرکت ها که اشتراک میکنن تمامش داخلی هستن و یا هم کسایی را که شما دعوت کردین از نمایشگاه یا از محصولات از شما در نمایشگاهتان استفاده میکنین؟ بله بله، شرکت های داخلی هم هستن. تقریبا در حدود 60 غرفه از کشور هند است، از تاجرای کشور هند است. 100 غرفه را کشور ایران، تاجرای ایرانی انشالله بخیر اونا گفتن که میاییم دیگه ببینیم انشالله که چی میشه بخیر. درست. در بخش زراعت افغانستان پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، خصوصا شما تقریبا 850 غرفه را یاد کردین که 60 دانش از هند است، 100 دانش از ایران است، باقی مانده فکر کنم شاید حدود 500 تا یا 400 تا باید از افغانستان باشه. بله بله. کدام محصولات خود انشالله میارن تاجرای ما، دهقین ما، زارعین ما، کدام محصولات خود انشالله میارن اینجا به نمایش میمونه؟ زمان این نمایشگاه بسیار مهم است چون فعلا ما شما در زمان که قرار داریم جوش میوه هست. به اصطلاح عامیانه میوه هست، ترکاری هست، سبزیجات است و انشالله میوه خشک هست، صنایع دیستی هست، قالین هست. ما از شرکت های ذوب آهن و از بسیار شرکت ها ما دعوت کردیم از سکتورهای مختلف. مثلا در زراعت ما به سولر هم ضرورت داریم برای آبیاری. از شرکت های سولر هم دعوت شده که اونا هم بیاین اشتراک کنن. از شرکت های کود و از شرکت های اشرکش، مثلا از شرکت هایی که مثلا نهال دارن، اونا قوریجات دارن، از اونا دعوت شده. از شرکت هایی که مثلا در بخش فارمداری، مرغ، گاوداری، مرغ، لبنیات و حتی شترمرغ که فعلا یک پدیده جدید است در افغانستان و دوستا بسیار رو آوردن به ای و گرچه خودم گوشت شترمرغ تا حالا زمینم مساعد نشده ولی دوستا میگن بسیار یک خوراک بسیار غذای بسیار مقوی و بسیار خوب است، مانند کله پاچه است، بسیار چسب است، بسیار خوب است. انشاءالله خداوند مهربان انشالله رشد کنه بخیر شما هم استفاده کنیم انشالله. جناب نوابی صاحب، در بخش سکتور زراعتی و خصوصا دامداری کشور ایران یک دست بالایی داره و خصوصا در بخش فارمداری و مرغداری دست بالاتری هم داره. شما در این نمایشگاه وقتی که ازشان دعوت کردین، ازشان خواهش خود داشتین که شما سیستم های جدید، شیوه های جدید را که خودتان استفاده میکنین بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنین و یا هم به خاطر راهنمودها ایجا یک ورکشاپ دایر کنن و از سیستم های جدید به مردم افغانستان و زائرین افغانستان معلومات بدن؟ بله بله. تنها ما اکتفا نمیکنیم به کشور ایران. افغان ها ماشاءالله چون در تمام جهان هستن. بله. افغان ها رفتن در تمام جهان هستن، به کشور هند هستن، به ایران هستن. بله، از اینا همیشه تقاضا شده که شما بین در نمایشگاه اشتراک کنین و به هر چی میتونین به سکتور زراعت، هر چی که شما معلومات دارین، تکنولوژی دارین، تجهیزات دارین، بذر دارین، حشره‌کش دارین، بیاین در این بخشا شما بیاین شرکت هایتون معرفی کنین، داخل افغانستان بیاین سرمایه گذاری کنین. حتی افغانستان مثلا به کد ارگانیک یا کودای ارگانیک ضرورت داره، کودای طبیعی، مثلا به کودای شیمیایی هستن. اونا مثلا ایران تولید کننده تجهیزات زراعتی هستن و دام تیور از این قبیل و اونا شرکت های بسیار بزرگ دارند در بخش های محصولات زراعتی دیگه. باز ما از اونا تقاضا کردیم از کشور هند، از این دوستا. انشالله خداوند مهربان است. امی که نمایشگاه برگزار میشه تبادل نظر صورت میگیره و
ما شما مثلا فعلا به سردخانه ها بسیار زیاد نیاز داریم، به کودا نیاز داریم، مثلا در بخش حشره‌کش ما شما نیاز داریم و به نهال های بسیار جدیدی که فعلا در دنیا مروج است، میوه های جدید که میوه ما شما بسیار خوب است، لذیذ است، ولی مدل های جدید میوه ها آمده از در بخش سیب، در بخش ناک، در بخش انگور، در بخش انار. دوستان انشاءالله افغانای ما شما هست که در این عرصه کار میکنن و نهالای جدید وارد افغانستان میکنن، یا یک مثلا میوه های مانند مثلا انگور بلک ویلیام یا موندراب یا مثلا مینیکیور فینگر و رد گلوب، سیب گالا دیگه، اینا مثلا بسیار زیاد میوه هست که فعلا در افغانستان نالش آمده، باغای اجدی ایجاد شده و انشاءالله میوهشان بسیار زیاد نیسته ولی بازم خوب است. اینال ما شما میتونیم از این باز پیوند بگیریم، انشاءالله این رشد بدیم. خداوند مهربان است انشاءالله. قبلا هم تو یک نمایشگاه شما برگزار کرده بودین؟ نمایشگاه برگزار میشه در افغانستان، نمایشگاهی که در بخش زراعت برگزار میشه از آدرس وزارت محترم زراعت و مالداری و آبیاری هست. اونا در بادامباغ برگزار میکنن، ما همیشه با اونا همکار بودیم. درست. و ثبت نامش چطور است؟ کسایی که ما را فعلا بیننده هستند، زائرین و کسایی که علاقمند هستند، چطور بیان در این نمایشگاه خود ثبت نام کنن؟ شرایط چی است؟ باید کدام شرایط پوره کنن که واجد ثبت نام باشن؟ بیشتر دوستایی که در بخش زراعت کار میکنن دیاقین هستن، باغدارا هستن، اونا که جواز خاص ندارن. بله. اونا میتونن بدون جواز هم بیاین. شرکت هایی که مثلا باز تولیدی هست یا مثلا شرکت های تجارتی هست که در این بخشا کار میکنن، اونا با همون جواز صنفی یا جواز تجارت خود میتونن بیاین اشتراک کنن. محل ثبت نام مرکز نمایشگاه بین‌المللی افغانستان است در چمن حضوری، تالار بسیار مفشن و تالار بسیار خوب، سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ انگفت صورت گرفتن. انشاءالله تمام نمایشگاه‌های خوب مثلا هفته صنعت و مثلا برند امام ابو حنیفه یا برند جدیدی که فعلا نمایشگاهی که زراعت و مالداری هست که از جانب آدرس اتاق تولیدات زراعت مالداری انشاءالله بخیر لانچ شده. انشاءالله برنامه بسیار خوبه هست که در این محل برگزار میشه. جناب نوابی صاحب، افغانستان بعضی از میوه ها را نداره، مثلا در ذهن ما گشت ما ام نداریم. بله بله. ما درخت کیله نداریم. وقتی کشور هند بیاید سرمایه گذاری کنه و یا هم بیاید در این نمایشگاه شرکت کنه، کدام تصمیم دارین که ازشان بگین بیاین در ولایت های گرمسیر ما شما هم یگان درخت ها را بکارین تا ما هم ازشان مستفید شیم و بر از ما هم کدام فایده شود؟ برتان جالبی است که خوشخبری برتان قبل که دوستا در این عرصه کار میکنن. درست. بله بله، دکتر صاحبا هستن کار میکنن. یکی از مثال دکتر صاحب نعمت هست. دکتر صاحب نعمت فعلا بالای اوکادو، زیتون، بالای ام، بالای کیله، بالای مثلا چای، بالای ایل، ما شما یک میوه از به نام دراگون فروت از اون ما نداریم. لیچی هست، لیچی نداریم. میوه دیگه هست. بسیار میوه تروپیکال میگن، همین استوایی. بسیار میوه هست که در افغانستان انشاءالله نیالایش فعلا در حالت ریسرچ است. خود وزارت زراعت هم در بالای این حالا کار میکنن. انشاءالله خداوند مهربان است. این میوه انشاءالله ما شما داینده نه چندان دور انشاءالله بخیر می داشته باشیم. و کدام ولایت ما تو اقلیم داره که این میوه ها در او رشد کنه؟ بله، چون همو ولایت های گرمسیر بیشتر خوب است، چون اونجا برف نمیشه، سرد نیست، همون تروپیکال یا همون استوایی محیط داره، اونجا میشه انشاءالله. درست. بدون از اینکه یا هوای گرم کار داشته باشن، کدام شرایط خاصی دیگه هم داره؟ بله بله. مثلا نوعیت شرایط خاص بله ضرورت داره؟ نوعیت خود خاک است. مثلا رطوبت یا سچوریشن است که رطوبت در هوا به کدام مقدار است. مثلا خود هم حرارت یا تمپریچر است و هم مسائل دیگه هست که در مثلا خاک مثلا مختلف میوه ها مختلف مواد کیمیایی را در خاک باید ما شما داشته باشیم. مثلا سلفر، مگنیزیم، پتاسیم، از اینا
مثلا مختلف خاک‌ها باز امو کامپوزیشن یا امو ترکیب کیمیایی مختلف داره. در یک منطقه که یک چیز نتیجه میده، در منطقه دیگه نتیجه نمیده. ولی افغانستان در کل یک کشور است که ماشاءالله خداوند ما شما را بهترین میوه‌های جهان داده. شیرین ترین، لذیذ ترین، خوب ترین، قیمتی ترین. بله بله. اگر در کل حساب کنیم مثلا انار ما، سیب ما، انگور ما، میوه‌هایی هستند که در ذاتن هم از نگاه طبی هم که ببینیم بسیار فایده خوب داره نسبت به ویتامین، مثلا نسبت به میوه‌هایی که ما و شما نداریم. خب میایم سر از این موضوع که میوه‌هایی را که داریم، انشالله شما کدام پلان برش دارین که در این نمایشگاه به شکل نمایش داده شود که بازارهای جهانی تقاضای از این انشالله داشته باشن و راههای خوبتر و سهولتتر به دیاقین پیدا شود تا همین میوه‌های خود به کشورهای خارجی ارسال کنیم. یک بسیار خوب بهتون بگوییم که میوه افغانستان چی میوه تازه هست، چی میوه خشک است، در جهان همگی میشناسن، یعنی جایگاه خود داره، خریدار خود داره، مشتری خود داره. فعلا ما شما بسیار خوب صادرات داریم از میوه تازه، میوه خشک افغانستان. حتی فعلا حتی ترکاری‌ها مانند پیاز خشک، رومی خشک، گندنه خشک مثلا اینا صادر میشه به خارج. مرچ خشک، همه چیزایی ما شما داریم، بامیه خشک، پالک خشک، شبت، شفتل، اینا همش صادر میشه. دیاقین من میگم بهشان که مثلا بیاین در بخش خشک کردن ترکاریجات بیاین کار کنن. مثلا رومی اگر زیاد مثلا در بازار هست بیاین خشک کنین. مثلا حال فعلا ماشینالات هست که خشک‌کنایی هست که بسیار به توناژ بلند میوه‌جات مثلا سبزیجات خشک میکنن. مثلا ما شما مشکلاتی که داریم، یک در زمستان ما شما پیاز است، سیر است، مثلا رومی هست، اینا رو ما شما نداریم. باز ما شما مجبور هستیم که از کشورهای همسایه و کشورهای دیگه ما شما ایره به افغانستان وارد کنیم. چی بهتر است که ما شما اینا رو خشک کنیم در سیزن، باز در زمستان بیایم از اینا استفاده کنیم، از ترکاری باب و سبزیجات خشک. و اینا باز خوب هم هست چون اینا مثلا از نور آفتاب انرژی بیشتر میگیرن دیگه، باز او فواید خاص خود داره. درست. شما بیشتر از سردخانه ها یاد کردین در اواخر، خصوصا با آمدن امارت اسلامی افغانستان. در افغانستان و خصوصا در کابل بعضی از سردخانه ها جور شد که نسبت به قبل یک سهولت پیدا شد. شما انشالله چی پلانایی دارین به خاطر تشویق سرمایه گذارا در بخش ساختن سردخانه ها؟ بله، ما از آدرس اتاق اگه بگوییم خب ما تشویق میکنیم، ولی مهم ماشاءالله دولت افغانستان فعلا برنامه 5 ساله را اعلان کردن که کسایی که میایند در بخش سردخانه و سرمایه گذاری میکنن معافیت 5 ساله هست. مثلا برق 24 ساعته برشان انشالله فراهم میکنن، مهیا میسازن دیگه. این باعث ازی شده که ماشاءالله تعداد سردخانه بسیار در سال گذشته بسیار زیاد سردخانه افتتاح شده. من خودم در افتتاحیشان رفتم، بسیار خوش شدم. امسال ما شما اگر متوجه شده باشین، ما شما مثلا انار تا فعلا انار داریم، درست داره. ما شما مثلا حتی سیب در بازار داریم. سیب داریم. امو از امو برکت امو تصامیمی هست که دولت افغانستان گرفتن که سردخانه‌ها ایجاد شده. اینال مثلا ما شما هنوزم ما شما ضرورت داریم، چون حجم میوه افغانستان بسیار زیاد است. میوه تازه و ترکاری و سبزیجات بسیار زیاد است و اینا ما شما از خاطر نگهداری از اینا به سردخانه نیاز داریم. چون ما شما در فصل ما شما میوه و ترکاری باب گرفتیم، او را نگهداری کردن نمیتونیم بدون سردخانه. یا باید مثلا همو طریقای سنتی که هست، یا باید خشک کنیم یا باید در سردخانه نگهداری کنیم دیگه. ان شاء الله امیدوار هستیم بخیر. ان شاء الله دوستان میان سرمایه گذاری میکنن دیگه. ما شما همین میوه را ان شاء الله بیشتر 12 ماه ان شاء الله بخیر می داشتیم. ان شاء الله افغانستان اگه ما شما متوجه شده باشیم، هر ولایتش زیبایی‌های خاص داره، هر ولایتش میوه‌های خاص خود داره و در هر فصل ان شاء الله افغانستان در کل بی میوه نیست. اگه سیب خلاص شد نوبت انگور میشه، اگه انگور خلاص شد نوبت انار میشه، اگه انار خلاص شد نوبت ملتهای جلبات میشه. ان شاء الله بی میوه نیستیم. یک مسئله دیگه که میخواستم از شما پرسان کنم، به خاطر از اینکه در آینده شما گفتین از تاریخ 20 الی 25 اسد نمایشگاه زراعتی برگزار میشه. در این نمایشگاه زراعتی شما تو کدام پلان دارین به خاطر دیاقین ورکشاپ های دایر کنین و یا هم معلومات عمومی برای ازیا بتین به خاطر کنترل آب ها
به خاطر که بعضی وقتا بی‌هوا نشن، بعضی ولایت‌ها در اثر کمبارندگی ها دچار بیابی میشن. شما تو کدام پلانایی دارین که برای از معلومات بدین که چطور از سیستم قطره‌ای استفاده کنن، چطور کودها را استفاده کنن، چطور شاخچه‌بوری کنن و حتی هم تو معلومات داره که ما یاد ندارم شما بگید. بله بله. در این عرصه فعلا ورکشاپ ها هست. مثلا دیروز دوست ما مشاور ارشد اتاق تولیدات زراعت مالداری افغانستان دکتر اسدالله کریمی رفته بودن ولایت پکتیا، اونا ورکشاپ داشتن. به همین صورت انشالله تمام افغانستان انشالله ورکشاپ ها می باشه، آگاهی دهی می باشه به دیاقین که مثلا فعلا متدای جدیده که فعلا آمده، مثلا شما یادآوری کردین از بخش قطره‌ای، مثلا گرین هاوس ها هسته، مثلا بخش های بسیار مهم دیگه هسته، مثلا کودای طبیعی هست و میلوارم هست و مثلا مجتمع های زراعتی هست که ما میخوایم که دوستان تشویق شوند بیاین اتاق. کسایی که سرمایه گذاری میخواین در داخل افغانستان انجام بدن، سرمایه گذاری بسیار خوب مطمئن در بخش زراعت بسیار نتیجه خوب میده. مثلا فعلا قشتپه هست، ما شما ماشاءالله چیزی که زیاد داریم، زمین ماشاءالله بسیار زیاد داریم، خداوند رحمتش هست، زمین بسیار زیاد داریم و آب داریم. بله. این بسیار یک موضوع مهم است و افغانستان تقریبا گفته دوستان میگن که 70-75 تا 80% حتی شاید از اینکه بالاتر نفوس افغانستان فعلا وابسته هست به زراعت، مالداری، دامداری، فارمداری، به اینا لبنیات و همین بخشا فعلا مصروف کار هستن دیگه. چی بهتر است که ما شما بریم مثلا پخته داده و جور کنیم به اینا، اما به حساب زیربنا را درست کنیم، بیایم بالای مجتمع زراعتی کار کنیم که فعلا دو مکمل کلش به شکل چرخشی است، هیچ چیز ضایع نمیشه. بخشای زراعت ما محصولات چه میگیریم، مثلا او را برای فارم گاو و مرغ و اینا استفاده میکنیم، برای ماهی پروری و اینا، باز مثلا فضلای از او را به مختلف کودا تغییر میتیم و به این شکل هیچ چیز ضایع نمیشه. ما شما فعلا مجتمع زراعتی در افغانستان نداریم، ولی متخصصین فعلا در اتاق تولیدات زراعت مالداری افغانستان هستن و اگر دوستا خواسته باشن بیاین اتاق تولیدات زراعت مالداری افغانستان که موقعیتش در چمن حضوری هست، اونجا بیاین انشالله دوستا هستن. سیمینارها ما میتونیم برشان ارائه کنیم، ورکشاپ ها رو تقاضا کرده باشن و مختلف مؤسسات که میخواد در بخشای زراعتی کار کنه، انشالله ما در خدمت هستیم. درست. در بخش زراعتی کدام وسایل فعلا در افغانستان خوب پیدا میشه و کدام وسایل فعلا در افغانستان نیست که ما نیازمند از این هستیم که باید او را از کشورهای همسایه و همه از کشورهای جهان وارد کنیم که ما را زیادتر هزینه بر ما به وجود میاره و شما کدام راههای حل برش پیشنهاد میکنین، کدام تاجر تشویق کردین که بیاین در او بخشا سرمایه گذاری کنن؟ یک خوشخبری که داریم همین است، یک شرکت انکشاف ملی مثلا در بخش ترشل ها و در بخش تجهیزات و بعضی ماشینالات زراعتی اونا آمدن عملا کار میکنن. بله. اونا یک تعداد تجهیزات درست کردن، شاید شما از طریق میدیا و تلویزیون و یوتیوب ها اینا شما نگاه کرده با اینا، ولی بازم افغانستان مثلا بخش های مختلف، مثلا ما شما اگر بیم برای زراعت مکانیزه و زراعت معاصره فعلا دو مثلا بذرا مثلا از طریق ماشین باشیده میشه، مثلا فراوری هم از طریق ماشینالات است، جمع‌آوری و همه پروسه که هست کلش ماشینی است. بله. ما شما فعلا به او حد نرسیدیم، ان شاء الله در دنیا این رایج است، ما شما باید بریم به مو شکل، به مو سمت باید بریم. ما شما فعلا به تراکتور و همه تجهیزات زراعتی از کشور خارج فعلا ما شما وارد افغانستان میکنیم، ولی با امید ازی که انشاءالله دوستا به یک موضوعی که ما دربارش صحبت کردیم هی است که ما شما ماشاءالله در افغانستان بیش از 50 شرکت ذوب و آهن داریم که اینا فعلا مشغول مثلا تولید سیخ گل هستن و انگلارند و مثلا دیگه موادهای ساختمانی. چی بهتر است که اینا بیاین در بخش تجهیزات زراعتی که مثلا تولید تجهیزات بله تولید اونا بیاین در این بخش کار کنن، قطعات درست کنن، مثلا ترشل و مثلا چیزی که وسایل که پشت مثلا تراکتور بسته میشه
برای پاشیدن و برای مثلا برای جمع‌آوری و اینا، برای قلبه و اینا بیاین در این بخش مثلا اینا درست کنن. فایدهش هم خوب است. مثلا یک چیزی که مثلا شما با وزن 200-300 کیلویی که شما اگر درست کنین مثلا قیمتش 500-600 $1000 است، فایدهش هم بسیار خوب است. در این بخش بیاین ان شاء الله سرمایه گذاری کنن. برنامه بسیار زیاد از دوستا خواسته باشه از هر سکتوری که باشن. ان شاء الله ما هستیم. ان شاء الله بیاین اتاق تبلیغات زراعت مالداری افغانستان. ان شاء الله دوستا هست، کنفرانس ها هست، ورکشاپ ها هست، ان شاء الله پرزنتیشن ها هست. بیاین ان شاء الله ما همکار هستیم. ان شاء الله که از نگاه بذر و تخم افغانستان کمبود نداره. ما شما مثلا بذرایی که داریم بذر تخم اینا اکثرش سنتی است. بله. ولی فعلا دنیا تغییر کرده. فعلا مثلا بذرای هایبرید است و بذرای یک تعداد جدید است. مثلا حاصلاتشان بسیار زیاد است. حاصلاتشون خوب است اما گفته میشه که دوباره پس از او باز ما استفاده کردن بله این موضوع است. همون سیستم سنتی اگر در افغانستان باشه فکر کنم بهتره. به خاطر از این در آخر آمار که داده شده زیاتر دهقین خودکشیشان به خاطر از این بوده وقتی گندم پاش میتن به اصطلاح عامیانه پس او گندم اگر که یک دفعه میتونه جوانه بزنه و او گندم دوباره به خاطر کشت به درد نمیخوره. همین سیستم سنتی فعلا ما 100% با شما موافق هستم. ما شما چیزی که افغانستان داره در دنیا بسیار زیاد مردم قبول میکنه این است که افغانستان یک کشور است که همه چیزش طبیعی است، ارگانیک است. بله. و در دنیا شما اگر در سوپر استورا میرین دست زده شده دقیقاً. بله شما اگر در سوپر استورا میرین بخش مثلا هایبرید کاملا علیحده بسیار ارزان است. ولی بخش ارگانیک طبیعی کاملا جدا هست و بسیار قیمت است. ما شما چرا بیایم در این بخش کار کنیم؟ ما شما باید همو گفته شما همو بذرای خود بله چون محصولات از ارزشش بسیار بالاست. در مزام بسیار فرق میکنه. ما شما اگر در کشورهای همسایه بریم به اصطلاح عامیانه بگیم همین مزه انار مزه نیست. اگر بگیم که سیب در سیب مزه نیست. اگر بگیم در بنجرمی مزه نیست. 10 ثانیه وقت داریم پیام کوتاهتون میگیریم. من خواهش میکنم از تمام شرکت هایی که داخل افغانستان است و دوستایی که خارج افغانایی هستن بیاین در این برنامه غرفه بگیرن، اشتراک کنن و از مردم هم همین تقاضای ماست که از 20 تا 25 تاریخ بیاین ما رو یاری کنن، بیاین از این نمایشگاه دیدن کنن. ما هستیم ان شاء الله در خدمتشان هستیم. قربانتان. جناب دکتر صاحب احمد شکیب نوابی آگاه اقتصادی، تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. سلامت باشین. لطف کردین. بخیر باشین.